سلام دوستان عزیز، با شما هستم. من بابایده ایبولا و امروز درباره یکی از مسائل مهم به شما معلومات میدیم و شما تماشای خوب سر میکنید. امروز درباره بیماری‌های ارتوپدی، یعنی بیماری‌هایی که از حساب نادرست سبزیدن استخوان‌ها و خصوصا درباره برآمد مادرزادی استخوان ایران به شما معلومات میدیم. سبب انتخاب این موضوع در آن است که بسیار نفرانی که ما در کوچه میبینیم و اینوالید یا اینکه فلج هستند، ما باشد گمان میکنیم که آنها مادرزاد چنینند، یعنی بیماری که دارند تبابت نمیشود. اما در اصل چنین نیست. بسیاری از آنها از حساب بی اهمیتی پدران و مادران در وقت کودکی به چنین حال گرفتار شدند. یکی از سبب‌های فلج شدن این در کودکی داشتن برآمد مادرزادی استخوان ایران میباشد. این بیماری در کودکی تبابت نشود، یعنی در وقتی 1-2-3 ماهگی و حتی در 4-5 سالگی نیز تبابت می شود. اما وقتی که آن را تبابت نمی کنند، در آینده به فلج شوی آورده می رسانند. طول گزارش ملکه‌های عملی در شعبه ارتوپدی، من به خلاصه آمدم که بسیاری از نفرانی که به بیمارخانه مراجعت می کنند از حساب نادرست سبزیدن استخوان‌ها بود، خصوصا برآمد مادرزادی استخوان ایران. کودک 3-4 ساله است و در آن برآمد مادرزادی استخوان ایران دیده می شود. والدانش باشد نو به دکتر مراجعت می کنند، حالانکه این بیماری در کودک از وقتی تولد بود، یعنی 3-4 سال پیش الکی این بیماری دیده می شد، لیکن والدانش نو به دکتر مراجعت می کنند. سببی در آینده اینوالید ماندن کودک محض همین دیر مراجعت کردن والدان می باشد. یعنی والدان دیر مراجعت می کنند، استخوان‌ها الکی خطا می سبزند و این باعث می شود که در آینده کودک اینوالید ماند. برآمد مادرزادی استخوان ایران چگونه بیماری است؟ از حساب چی پیدا می شود و برای چی والدان سری وقت به دکتر مراجعت نمی کنند؟ برآمد مادرزادی استخوان ایران این بیماری می باشد که از حساب نادرست سبزیدن استخوان‌ها و یا از حساب فشارها در وقت تولد یا که در 1 ماه اولی حیات کودک به عمل می آید. سبب اساسی سری وقت مراجعت نکردن والدان به دکتر در آن می باشد که نشانه‌های اساسی این بیماری هنگام راه گشتن کودک پیدا می شود و نشانه یگانه‌ای که در وقت تولد دیده می شود این محدود بودن حرکت در پای می باشد. ولی هنگامی که کودک به راه گشتن شروع می کند و نشانه‌ها پیدا می شوند، والدان بعد به دکتر مراجعت می کنند که الکی دیر می شود. در اینجا سوال به می آید: اگر سری وقت مراجعت کنند چی می شود و اگر مراجعت نکنند چی می شود؟ اگر سری وقت یعنی در مدت 1 ماه مراجعت کنند و این بیماری انیق کرده شود، می تواند در مدت 3-4 ماه این بیماری پوره شفا یابد. ولی اگر در مدت 3-4 ماهگی مراجعت کنند، می تواند الکی در مدت 1-2 سال تبابت شود. لیکن اگر والدان سری وقت مراجعت نکنند و الکی کودک 4-5 ساله شده است یا که از آن بزرگ شده است، وقتی که مراجعت میکنند دیگر استخوان‌ها پوره سبزیده‌اند و این الکی تبابت نمی شود. البته هست حالا با راه جراحی تبابت میکنند، اما هر قدر کودک کلان شود ریسکی یعنی خطر اینوالید ماندن همان قدر بسیار میگردد. نمیدونم چرا، لیکن سالهای اخیر نسبت به دیگر دولت‌های سابق اتحادیه شوروی در جمهوری ما این بیماری 3-4% زیادتر دیده می شود. شاید سبب اساسی این بی اهمیتی والدان باشد، یعنی سری وقت به دکتر مراجعت نکردن آنها. از روی آمار در جمهوری ما سری 1000 نفر قریب 15-16 نفر کودک به این حالت گرفتار می شوند. اما نازکی کار در آن است که یگان کودک از این بیماری یعنی از این حالت امین نیست و هر یک کودک می تواند به این حالت گرفتار شود. سبب‌های پیدایش این بیماری یا که این حالت خیلی بسیار می باشد و مقصد اساسی ما امروز درباره سبب‌ها گپ زدن نیست. مقصد اساسی ما پیشگیری نمودن اینوالید ماندن یعنی فلج شدن کودک می باشد. برای پیشگیری کردن فلج شدن یا که اینوالید ماندن کودک خود، هر یکی شما عهده دارید که در 1 یا 2 ماه پس از تولد یک بار کودک خود را از معاینه ارتوپد گذرانید. اگر این بیماری یا که این حالت در کودک شما دیده می شود و شما هر قدر زود به دکتر مراجعت میکنید و معاینه میکنید، همان قدر خطر اینوالید ماندن کودک شما کم می شود. خوبترش یک بار حتما به نزد ارتوپد برید. اما اگر شما وقت ندارید یا که شما نمیخواهید به نزد دکتر روید، من حالا 3-4 نشانه اساسی این حالت را به شما گفته میگذارم. یکم،
وقتی که کودک را با پشت میخوابانید، یکی از پایها نسبت به دیگرش خردتر است. دوم، حرکت در پایی که برآمد مادرزادی استخوانیان دارد محدود است، یعنی پای پرره حرکت کرده نمیتواند. سوم، وقتی که کودک را با شکم میخوابانید، نابرابری در قسم ران دیده می شود. البته نه همه شما این نشانه ها را در کودک مشاهده کرده می توانید. در بعضیشان عموما یگان نشانه تا وقتی راه گشتن دیده نمی شود. برای همین وقتی خود را دریغ ندارید و حتما یک بار به نزد ارتوپد مراجعت کنید. همگی ممکن معاینه 30 یا 40 دقیقه را در بر گیرد و این می تواند آینده فرزند شما را خوبتر و بهتر کند. به اعتبار گیرید که یک بی اهمیتی می تواند باعث یک عمر فلج ماندنی فرزند خود شما شود که من میدونم که این را شما نیز نمیخواهید. برای همین وقتی قیمت خود را دریغ ندارید و یک بار کودک خود را از نظر ارتوپد گذرانید. و کانال ابونه شوید و سلامتی خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. تا نوارهای آینده.